سما فيه الطموح وطن سما فيه الطموح مرفرفا على من تألق في سما الآفاق. در پیش الله تبارک و تعالی جواب میدیم، رفتنیستیم. الله تبارک و تعالی از ما سوال میکنه این کتاب الله برای چی آمده بود؟ من در مجالس بزرگ گفته بودم او میگویم خطی که از مملکت دیگه به لغت اجنبی و بیگانه بیایه و بچه روان کرده باشه به پدر، حتما پشتش میگرده که پسرم برای من در خط چی مطلب و مقصد ارائه کرده و چی را گفته. در این کابل شاید که یک دفتر خارجی را نگذاره که ترجمان پیدا کنه تا او لسانی که خط نوشته شده مقصدش دریابه. گرد میگرده فقط بچه خط روان کرده. خو عجیب اینجاست که الله تبارک و تعالی کتاب خدا برای رهنمایی بشریت روان کرده و ما 260-70 سال از این کتاب در خواب غفلت خوابیدیم. یک روز به این کتاب الله ننشستی که این کتاب الله بری تو چی بیان میکرد؟ باز تو عذر داری؟ باز تو میتوانی جواب بگویی که من رای غلط پیمودم یا رای گمراهی را پیمودم؟ خود قضاوت کنی. این کتاب الله نسخه دکتر شد که بعد از تشخیص تمام امراض لابراتوری و عکس گرفتن در جیبت ماندی، در دواخانه نرفتی دوا نگرفتی. این مریض شفا پیدا میکنه ولو که نسخه را از آلمان گرفته باشه از هندوستان. خو نسخه در جیب است، در دواخانه نرفته، گاهی این مریض جور نمیشه، دوا نگرفته، استعمال نکرده. ما مریض بودیم، ما انسان ها مریض هستیم. از اون مریض جسمی که بسیار قوی مریض هستیم، از نگاه عقیده، از نگاه تشویش و اضطرابی که در قلب ما وجود داره. دنیای غرب مشاهده بکنی به کدام امراض روحانی مبتلاست، به خاطر که علاج ندارن. این علاج الله تبارک و تعالی روان کرده. تو برابر نسخه دکتر اهمیت دادیشه؟ در پوش ها جمع کردیم، پیچ دادیم، در سر تاق گذاشتیم شه. انتهایی تعظیم ما یک مرتبه بگیریم شه، در دهان خود بزانیم و به چشم خود بمالیم، پس دموجه بگذاریم. ای امت بعد از انقراض دوران خیر القرون به اینمی غفلت مواجه شدن. دشمنا صدها و راه های صعب العبور در پیش ما گذاشتن که این قرآن کس نمیفهمه، این قرآن کسی باید ترجمه نکنه. 14 علم پاس کرده باشه بس قرآن امونجا باقی ماند. با قرآن آشنایی پیدا نشد، با مضمون قرآن آگاهی پیدا نشد. تعجب نیست، چی عذری داریم؟ اگر من امروز طرف کنیسه روان هستم به دین نصرانیت، اگر من طرف در امثال هندوها روان هستم، اگر من بر یک مرکز خرافات و بدعات دیگه روان هستم، به الله تبارک و تعالی چی عذر دارم؟ تعجب خود در اینجاست که در یک مرکز در لاسپیکر ترجمه و تفسیر قرآن میشه، او مرکز مانده میشه و در او مرکز میرم که حکایات غلط و دروغ میکنه. کل دین و طریقه خود سری خوابها بنا کرده، خوابای افسانه‌ای، اسطوره ها را بر ما قصه میکنه و اونجا میریم و اونجا طلب چی میکنیم؟ هدایت.